خوشحالم که در جمع مؤمنین این روستای مبارک هستم، روستای سلمان فارسی، روستایی که به اسم یکی از صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نامگذاری شده و همچنین این روستا در جوار بقعه مبارکی واقع شده، بقعه مبارک یحیی بن زید، که هرچند الحمدلله ما از شهر حضرت معصومه سلام الله علیها مزاحمتون شدم و در خدمتتون رسیدم، لکن زیارت این بقعه مبارکه و این مدفن ثواب و اجر بسیاری دارد. لذا به جاست مؤمنین این روستاها و شهرهایی که اطراف هستند در این بقعه مبارکه زیارت این فرزند رسول الله، این سبط امام، این فرزند مباشر برادر امام، پسر امام، عموی امام حضرت زید، از امامزاده های مجاهد بوده که در راه احقاق حق اهل بیت شهید شدند و شما در کنار و در جوار بقعه مبارک فرزندشون هستید، یحیی بن زید. انشاءالله که زیارتش مخصوص در اوقات پایانی هفته، یعنی هفته یک بار حداقل مؤمنین التزام داشته باشند زیارت این بقعه مبارکه، یا هر موقعی که مشرف شدن، هر موقعی کاری پیش اومد در شهر گنبد، شهر آبادی است الحمدلله، اینها برن زیارت بکنن این امامزاده رو و نگذارن صحنش و صحن سراش خالی بمونه و بدون زائر باشه. صلواتی بفرستید. اما موضوعی که خواستم خدمتتون امشب ارائه بدم موضوع عجب بشر. اسلام یک سری مسائلی مطرح کرده در اسلام، یکیش اخلاق اسلامیه، یکیش اعتقادات انسان، باید اعتقادات خودش رو آگاه باشه فرد مسلمان، و سومین چیز احکام حلال چیه، حرام چیه، طهارت چیه، هر حال انسان باید آگاه باشه ازشون به قدر وسع. مسئله دوم اعتقادات خداوند یکیه، شریک نداره، خداوند قدرتش بی حد و حصر، لامحدود، مکان نداره. این مسائلی که در اعتقادات وارد شده. پیامبر کیه، امام ها کی هستن، امام اول کیه، امام دوم کیه، تعداد امام ها رو بشناسه. اینا مقداری که از اعتقادات باید بدونه. سوم اخلاق یا آداب و سنن اسلامی اینه که انسان آگاه باشه به چیزهایی که یک مسلمان باید متصف باشه به اونها. میگن اخلاق اسلامی. من عصبانی شدم چه بکنم؟ مثال اخلاقی اسلامی. شوهر چگونه باید با زنش باشه؟ این اخلاق اسلامیه. زن چگونه باید برخورد بکنه با همسرش، با فرزندانش؟ اینها میگن اخلاق اسلامی و انشاءالله هم بنده و هم شما متصف باشیم به این اخلاق مبارکی که در اسلام روایات و فضائل اونها ذکر شده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در قرآن وارد شده قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قرآن کریم وارد شده که به شما خبر بدم، آگاهتون بکنم از افرادی که اخسرین اعمالا هستن، یعنی در خسران یعنی که انسان ضرر بکنه، کل عمرش در ضرره. قرآن کریم میفرماید چه افرادی هستن که کل عمرش در ضرره؟ میگه اون افرادی هستن که هرچی تلاش بکنن
فکر میکنن دارن کار خوب و صحیح انجام میدن، در حالی که در گمراهی و ضلال هستن. یعنی انسان فکر میکنه داره کار صحیح انجام میده، در حالی که داره کار غلطی انجام میده. به این حالت عزیزان بنده میگن عجب. عجب یعنی اینکه انسان فکر کنه مدام در راه صحیح داره قدم برمیداره و گام مینه. به این مسئله میگن عجب، یعنی خودپسندی. به اصطلاح ترجمه فارسی میگن خودپسندی. انسان کارهاش به نظرش صحیحه، درسته، و اگر انسان مصلحی بهش تذکر بدن گوش نمیده، بلکه ممکن هم هست قطع ارتباط بکنه با اونها رو مورد عقوبت قرار بده، اخم و تخم بکنه و غیره. به این حالت میگن عجب یا خودپسندی. خداوند سبحان میگه این افراد گمراه ترین هستن در دنیا، یعنی فکر میکنن دارن کار صحیح انجام میدن در حالی که در گمراهی و ضلال هستن. در روایت وارد شده قال عیسی علیه السلام داویت المرضى فشفیتهم. حضرت عیسی بزرگواران اطلاع دارید حضرت عیسی معجزش شفای بیماران بود، بیماران رو شفا میداد. خب بیمار می اومد لاعلاج بود، حضرت عیسی علاجش میداد، شفاش میداد. یبرئ الاکمه یشفی الاکمه والابرص، یعنی کسی که مادرزادی نمیشنید حضرت عیسی شفاش میداد. کسی که مادرزادی نمیدید کوره، حضرت عیسی شفاش میداد. ببینید کسی که میشنید و شنوای خودش رو از دست میده، این قابل بازگردوندن دیگه، یعنی اون چیزها، اون تبل گوش، اون چی میگن، اون وجود داره، دکترها بهش دارو بدن درست میشه. ولی کسی که اونو نداره قابل درمان نیست دیگه، طرف نمیشنوه، مادرزادیه. به خاطر همین بیماری که مادرزادیه قابل درمان نیست. ولی حضرت عیسی درمان میداد. این شفا نبود، این معجزه بود. اون وسیله‌ای که در جسم هست رو حضرت عیسی به اذن الهی ایجاد میکرد و اون حالت عادی اون رو قرار میداد. پس حضرت عیسی که به این قدرت رسیده بود و این معجزات بزرگ و عظام رو داشتن، گفتن که من یک بیماری رو نتونستم شفا بدم. گفتن اون بیماری چیه؟ گفت داویت المرضى كلهم الا الاحمق. دور از محضرتون، انسان احمق بی فکر رو من نتونستم درمان بکنم. من نتونستم. میگه چرا؟ شوازه دیگه، شخص خودش بی فکره دیگه. شما هر چقدر بهش میگی که آقا این فکر کن به این مسئله، خب نداره اونو. بله، علی ای حال میگه بعد ازش پرسیدن احمق کیه؟ گفت احمق کسیه که قال العجب برأيه و نفسه الذي يرى الفضل كله له. تمام خوبی های روزگار رو فکر میکنه از آن خودشه. هرچی خوبی بشه میگه من حتما یه خوبی قبلا بهش کردم که اون در جواب من داره خوبی رو جوابم میده. و یوجد الحق كله لنفسه، و میگه حق مدام با منه، فکر میکنه حق مدام با اونه. ولا یوجب علیها حق، و حقی بر خودش نمیدونه، فکر میکنه اون صاحب حقه. در معامله با مردم، در برخورد با مردم فکر میکنه اون صاحب حقه. فرض کنید داره راه میره با ماشین، فکر میکنه حق تقدم با اونه، در حالی که ممکنه حق تقدم با طرف مقابل باشه. و به این گونه مسائل و اینها میگه این شخص کسیه که عجب داره، فکر میکنه خودش در راه راست حرکت میکنه، در حالی که این گونه نیست. روایت بعدی و تمام بکنیم مجلس رو. قال النبی ثلاث مهلكات شح مطاع و هوى متبع و اعجاب المرء بنفسه. شح مطاع یعنی انسان بخیل باشه، نفسش به اصطلاح ما مشتش گره کرده باشه، چیزی از دستش خارج نمیشه، بخیله و اطاعت بکنه، یعنی نفسش بگه که آره نده اینو نگه دار برای خودت، بعداً نیازت میشه، بعداً پیر میشی، بعداً فلان پول جمع کن حساب بانکیت زیاد بشه. میگن شح مطاع یعنی بخلی که انسان ازش هر شنوی داشته باشه، اطاعت بکنه. این موقع انسان به هر حال
وسوسه نفسانیه دیگه. میخواد یه پول به کسی بده، میگه نه ممکنه نیازم بشه، ممکنه پسرم ازم بخواد این پولو، ممکنه یه ساعت دیگه تصادف بکنم نیاز داشته باشم. نفس دیگه. ولی انسان میگه نه من اینو باید بدم، ثوابش مهمتر از چیزیه که کاری که بعداً برام پیش میاد. لذا میگن شح مطاع انسان رو به هلاک میرسونه، بخلی که ازش حرف شنوی بکنی. دو و هوى المتبع. هوى المتبع یعنی شما به چیزی علاقه‌مند داشت باشی، میگن هوا و هوس، ما نمیگیم، میگیم هوا و هوس، یعنی یک چیزی دوست داشته باشی بعد متبع باشه، یعنی دنبالش بری. هوس این غذا رو کردی بری دنبالش، حالا ممکنه حرام باشه به دست آوردنش، میگه خب برم دنبالش. هوس مثلا یه مسئله کردی بری دنبالش، حالا گاهی وقتا انسان یه هدفی میذاره برای خودش، اشکال نداره، زندگی دیگه باید بچرخه، به پولی برسه، به خونه‌ای برسه، ولی گاهی وقتا انسان به اون هدف از هر راهی میخواد برسه، پول حرام باشه، حلال باشه، ممکنه توش دروغ باشه، خلاف وعده باشه، همه اینا رو میخواد انجام بده که به اون هدف برسه. میگه این هوای متبعه، هوا و هوسی که ازش پیروی میکنی تو رو هلاک میکنه. و سوم اعجاب المرء به نفسه، این که انسان از خودش مغرور به خود باشه، خودپسند باشه. میگه انسان اگر خودپسند شد در این حالت و در این حالت سوم نیز به هلاک میرسه، به هلاک میرسه. ببینید امام حسین سلام الله علیه چه انسان متواضعی بود و عجب نداشتن، خودپسند نبودن. ببینید در روایات در کتب تاریخ وارد شده. صلوات بفرست. در کتب تاریخ وارد شده که وقتی حر بن یزید ریاحی وارد کربلا شد که جلوی راه امام رو سد بکنه، خب حر مدنی بود، یعنی اهل شهر بود، بلد نبود توی صحرا، کربلا صحرا بود، بلد نبود چطور آب بخوره و فلان و این مسائلی که حالا اهل بادیه و اهل بیابانگردها بلد نبود اینها رو استفاده کنه. میگه وقتی وارد شدن تشنه بودن، امام حسین گفت بهشون آب بدید. از جمله آبها رو درون مشک آوردن. نمیدونم مشکای قدیم رو دیدید، اینها یک دهنه بزرگی داشتن، دهنهشون بزرگ بود، با یک بند چرمی دهنه رو چکار میکردن؟ میبستن، سفت میکردن. درسته بزرگواران؟ خب این وقتی بند رو باز میکردن اون دهنه کامل باز میشد. این یه فن فوتی میخواست که شما بتونی این دهنه رو به طور بگیری که بتونی ازش آب بخوری. لذا امام حسین وقتی دید که حر بلد نیست از این مشک آب بخوره، بهش گفت اخنفها، یعنی اونو یه طوری بگیر به اون حالتی که خود افرادی که توی بیابان زندگی میکردن بلدن چطور، اسمشو اخنفها میذارن، یعنی یه طوری بگیرشه. حر هر کاری کرد نتونست. میگه امام حسین اومد با دستان مبارک بهش آب داد، اون مشک رو یه طوری گرفت که بتونه حر از دست امام حسین آب بخوره. ببینید دشمنش که وارد شده که اون جلو راهش رو بگیره، ممکنه فردا روزی تبدیل به افرادی بشه که در لشکر مقابل قرار بگیره، با این وجود امام حسین با دستان خودش بهش آب میداد. بعد گفت به اسبهاشون هم آب بدید، اونها رو هم سیراب بکنید. کرم امام حسین، تواضعش، مردانگیش. ببینید چه کردن با این آقای بزرگوار. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. ارباب مقاتل نقل کردند روز عصر عاشورا بعد از جدا کردن سرهای مبارک، سر آقا ابا عبدالله الحسین رو بردند به قصر عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه. شخصی که سر امام حسین رو برد اسمش خویلی بود. خویلی میگه وارد کوفه شدم دیدم دارالاماره بسته است، سر رو بردم با خودم به خانه تا فردا صبح سر مبارک رو ببرم به دارالاماره عبیدالله ابن زیاد. میگه دیدم زنم خوابه،
آمدم، خانمم گفت که چه با خودت آوردی خولی؟ گفت من خیر دنیا و آخرت رو برای تو آوردم ای زن. گفتم چه هست؟ گفت سر حسین پسر فاطمه است. میگه زنش گفتم وای بر تو، دختر نوه مبارک رسول الله رو کشتی، به من میگویی خیر دنیا و آخرت رو برای تو آوردم. میگه سر رو گذاشت در تنور میگه من عصر غذا پخته بودم، نان پخته بودم، باش هنوز مقداری خاکستر و گرم بود. میگه وقتی آمدم دیدم این خاکسترها گرم، این آتش به محاسن مبارک امام حسین گرفته بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا مظلوم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون العاقبة للذين اتقوا وآمنوا. اللهم عجل لوليك الفرج. سلامتی و رزق وافر به حاضران در مجلس عطا بفرما، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.